سلام، روزتون بخیر باشه. امروز 26 نوامبره و میخوایم که یه آپدیت اجمالی سریع روی مارکت کریپتو داشته باشیم. اگر هم ما رو فرصت بشه چند تا از کوین ها رو با هم تحلیل میکنیم. با دامیننس تتر شروع میکنم. اگر که ویدیو قبلی رو شما دیده باشین، تقریبا اون موقع دامیننس همین هول و هوش بود. 24 نوامبر دقیقاً. همونطور که گفتم و انتظار داشتم، دامیننس برگشته. اینجا رو تایم فریم دیلی داریم مشاهده میکنید، برگشته و این برگشت رو ما انتظار داریم که تا هول و هوش تقریبا 5% بیاد بالا. خب همونطور که اطلاع دارین، رشد دامیننس تتر به معنی ریزش بازار کریپتو خواهد بود. خب فعلا خط ترند 4 ساعتم رو شکسته، کاملا طبق پیش بینی بوده و عرض کنم خدمتتون که این ریزش حالا همچنان ادامه داره برای روزهای آتی، که این اتفاق همزمانه با ریزش بیت کوین. فعلا بیت کوین رو تایم فریم روزانه دارین مشاهده میکنید که یه کانالی رو من اینجا براش ترسیم کردم. انتظار دارم حالا تا کف کانال ریزش داشته باشه. حالا تو 4 ساعت جزئیات بیشتری رو اینجا مشاهده میکنید که این خط ترند رو شکسته و حالا چیزی که من براش متصورم، البته آپدیت میدم همیشه، ولی چیزی که ممکنه اتفاق بیفته اینه که فعلا تا این هول و هوش ما یه ریزشی داشته باشیم، یعنی عدد 83 تا 84 هزار دلار، و بعد از اون یک بکی رو خواهیم داشت که الان با فیبو مشخص میکنم این بک چنده، و بعد از اونم ریزش تا هول و هوش 74 هزار دلار. خب من اگه اینجا یه فیبو بکشم، تقریبا اینجا میشه عدد 92 هزار دلار. بله، و تقریبا همون 74 تا 76 هزار دلار ریزش برای بیت کوین تو روزهای آتی ممکنه که اتفاق بیفته. خب برای کسایی که میخوان شورت بگیرن توی فیوچرز و البته اسکلپ بزنن، چون فعلا ریزش در واقع حرکت کلی پول بلند مدت بیت کوین به صورت صعودی هستش، ولی فعلا میتونید اسکلپ بزنید و شورت بگیرید روی بیت کوین. خب این هم من بذار پاک کنم. میسپارم خدمتتون که بریم رو دامیننس بیت کوین. دامیننس بیت کوین رو حالا باز میگم، اگه ویدیو قبلی رو دیده باشین، من گفتم که تقریبا اینجا بود 24 نوامبر انتظار ریزش داشتم توی دامیننس بیت کوین که حالا این اتفاق افتاد. این ریزش احتمالاً تا همین هول و هوش اینجاها ادامه پیدا کنه تا تقریبا 57 و دهم. خب فعلا چیز خاصی نداره دامیننس بیت کوین، به اصطلاح ریزشیه. به سر به توتال میزنیم، توتال 1 همونطور که مشاهده میکنید کاملا با این خط روند که من اینجا کشیدم به صورت خطچینه برخورد کرده و انتظار بک داریم به سمت پایین، ولی من فکر نمی کنم که این بک تا این پایینا اتفاق بیفته. حالا باز به فیبو چیز کنیم، بزنیم ببینیم که چی میشه. خب برای فیبو اینجا میگه که تقریبا تا این محوطه، یعنی دقیقا سقف قبلیش، تا اینجاها ممکنه که ما ریزش داشته باشیم بدین صورت و یه بک و بعد دوباره ریزش. من نمیخوام که حالا پیش بینی برای روزهای در واقع 1-2 هفته آینده داشته باشم، ولی فعلا حرکتی که معمولا انجام میشه همچین چیزیه. حالا ما به فرض اینکه تا اینجا ریزش داشته و تا اینجا برگشت بخوره،
میتونیم بگیم که اشتباه زدم. خب اجازه بدیم. خب مثل این که تا اینجا باید برگرده. من آپدیت میدم بازم، ولی من فکر نمی کنم که تا این هول و هوش بریزه. حالا باز ببینیم که چه اتفاق، ولی چیزی که مشخص اینه که توی روزهای آتی قطعا ریزش بازار بیت کوین رو داریم و توتال هم که داره به ما نشون میده این. ولی بیت کوین هم هست، ولی توی آلت کوین ها دقیقاً داره توی این کانال نوسان میده. تایم فریم دیلی هستیم، تایم فریم 4 ساعته هم که داریم مشاهده میکنید. روی این یکی من کاملا موافقم که احتمالاً تا این هول و هوش ما ریزش داشته باشیم. خب اینم یه ترند به این صورت میبینیم که شکسته، بعد شکست بیشتر میریزه و بعد از اون یه بک و بعد دوباره ریزش به سمت پایین. خب یکم سریعتر کار رو انجام بدیم. بریم روی بعدی اتریوم. اتریوم که سقف زد و بله توی یکم حالا قاطی پاتیه، چون من چارتا رو برای خودم میکشم. اجازه بدید که یکم تمیزکاری انجام بدم. اینا رو من بردارم که قاطی نشه و فکر کنم اینم بردارم. و حالا چیزی که مشخصه، من یک کانال اینجا براش کشیدم که احتمالاً تو این کانال مثلا میخواسته نوسان بده و اگر که حالا رشد بیشتر کریپتو رو شاهد بودیم، این احتمال وجود داشت که حالا ما اتریوم $5000 رو ببینیم. ولی فعلا از این خبرها نیست. ریزش داریم، مخصوصا الان که داره این خط ترندی اینجوری میشکنه. اگر اینو بشکنه قطعا یه بک به سمت تقریبا زیر $3000 مطمئنا خواهیم داشت. ببینیم تقریبا $3000. آره توی $3000 قابل خرید هست. اگر که تا سقف اینجا برگشت نزنه، اینو من دیلی نداشتم. خب مگه برگشت بزنه یه پول بک داده، ولی پول بکش رو من فکر نمی کنم تا تقریبا 2700 و اینا بیاد. من حدس میزنم که تا همین هول و هوش 3000 تا $2900 ریزش اتریوم رو داشته باشیم و بعد از اونم به اصطلاح بک به سمت بالا و تا نزدیکای $4000 فعلا اتفاق میفته. کاردانو رو مشاهده کنین. خب من من بردارم شلوغ نشه. این خطای قرمزی که گذاشتم مال ویدیوی قبلیه. اینا رو من نقاط حساسی دیدم که اگه که قیمت به اونجاها برسه نیازه که دوباره بیام و تحلیل انجام بدم، روشون آپدیت بدم همونطور که مشاهده میکنین. و قبلا هم گفتم 24 نوامبر همین جاها بود کاردانو. من احتمال ریزش دادم به سمت پایین که حالا این اتفاق هم افتاده. خب چیزی که برای کاردانو ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه نگاه کنی دارم میگم که ممکنه، چون که خط ترندی که اینجا بوده رو شکسته و الان میخواد یه پولبک خوشگل بهمون بده تا نیوشه گفت تا سقف اون خط ترند. ولی احتمالاً تا این هول و هوش، یعنی تا 64 سنت و اینا پایین بریزه و ما اون موقع من دوباره آپدیت میدم. ولی این نقاط اینجا برای خرید خوبه تا بعدش ببینیم که چی میشه. اگه به فرض این که ما ریزش داشته باشیم و تو این ناحیه دوباره خرید بزنیم، احتمال رشد دوباره 100% کاردانو هست که میتونیم سودشو نوش جان کنیم. آلگو رو داریم. ده بزنم. خب
آلگو رو داریم که حالا تو این کانالی که حالا ما اینجا داریم تقریبا همشون شبیه هم خط ترند رو شکسته. الان هم دوباره این در واقع انتظار یه پول بک داریم به سقف خط ترند خطچینی که ما اینجا داریم. این هم 4 ساعتش که البته این هنوز پایین نریخته ولی میریزه 100%. بولیشه خیلی عجیب بولیشه، ولی برای اینم دقیقا همون سناریو صدق میکنه و فعلا تو این ناحیه منتظر خرید خواهیم بود. من دست به آلارمام نمیزنم. این دوتا خط قرمزی که گذاشتم گفتن که آلارمن و دست بهشون نمیزنم تا وقتی به اونجا برسه دوباره برمیگردم آپدیت میدم و مدام چک میکنیم. خب اتم داخل یه مثلث فعلا خورده به سقف مثلث. برگشت خواهیم داشت سمت پایین. من فکر میکنم این برگشته، حالا من اینجا یه ناحیه حمایتی براش کشیدم، اینجوری در نظر میگیریم که احتمالاً تا این پایین برگرده، ولی خب 100% به اینجاها نمیرسه. تو همین ناحیه اینجا با منتظر میشیم که سیگنال خرید ببینیم ازش و دوباره خرید کنیم. اگر که حالا به فرض اینکه بریزه و توی ناحیه خرید بزنیم، تو مرحله اول تقریبا یه 50 تا 60% سود میده. بعدش با شکستن خط ترند و اون موقع احتمالاً آل سیزن، احتمالاً با شکستن خط ترند میتونیم رقمای عجب غریب تری هم از اتم ببینیم. خب آواکس رو داریم از آوات که فعلا آواکس یکم متفاوت عمل کرده. هنوز تو خط تو در واقع چنلش مونده، تو کانالش مونده و نشکسته ولی ریزشیه. و ببینیم که خب چیزی که برای آواکس ممکنه اتفاق بیفته همون بک تا هول و هوش اینجا و بعد از اون به سمت بالا. همچین چیزی احتمال داره که اتفاق بیفته. من به نظرم کم میریزه آواکس. خب باید باید بریزه، خط ترند اینجا رو بشکنه، بک بزنه و بعد از اون بریزه تا این پایین و تا بعدش ببینیم که مارکت چه اتفاقی برش میفته. ولی فکر میکنم کف این کانال خدچینی که من اینجا توی دیلی هم کشیدم نقطه خوبی باشه برای ورودش. حالا فعلا سیگنال نمیدیم تا ببینیم که چی میشه. اکسی رو داریم یا آکسی که این خط ترندی که اینجا کشیدم رو شکسته و خیلی خوشگل داره پول بک میزنه بهش و دقیقا پول بکش میفته کف کانال. این احتمال داره، یعنی احتمال داره اگه که ما ریزش خیلی بیشتری، حالا طبق چیزی که اینجا داریم ریزش خیلی بیشتری توی کریپتو اتفاق میفته. اگر این اتفاق بیفته این سناریوی اینجا که بگیم که مثلا اکسی تا سقف این کانال میاد و اونجا نگه میداره، احتمالش خیلی کم. احتمال داره دوباره بریزه پایین چون بالاخره یه آلت کوینه و وابسته به نوسانات در واقع بیت کوین و کتره. حالا فعلا ما این ناحیه اینجا رو داشته باشیم، یعنی بالای خط ترند، تا بعدا ببینیم که چی میشه. BNB خیلی آروم و ملو داره برای خودش میریزه، رسیده به ناحیه مقاومتیش، ناحیه حمایتیش ببخشید. فعلا که اینجا گیره، احتمال داره حالا بیشتر هم بریزه تا فعلا نقطه حساسش بشه کف کانال اینجا، تا حالا تو آپدیت بعدی ببینیم که چه برنامه‌ای قراره براش اتفاق بیفته. خب یک پنکیک سواب از اون خط ترندی که من کشیده بودم یه 24 نوامبر اینجا پامپ شده
پامپ شده و منم خبر نداشتم. 40% هم پامپ شده. اتفاقی که براش افتاده، این در واقع این کانالی که من براش کشیدم بیشتر از اون در واقع رشد کرده، خورده به این خط ترند اینجا، برگشت خورده و الان دقیقا رو سقف این کانال دیلی که من اینجا کشیده بودم، ولی اونجا نگه نمیداره و مطمئنم نگه نمیداره، میریزه. همین الانش هم شکسته، میریزه. تا حالا فعلا تارگت بعدیش برای ریزش من اینو میذارم اینجا تا موقعی که الان رسید به این نقطه دوباره بیایم چک کنیم که چه خبره. فعلا پنکیک سواب تو این مثلث مونده. خب دارید من اینو بردارم شکلی، فعلا تو این مثلث مونده و گیره تا بعداً حالا اصلاحش رو انجام بده. حالا در صورتی که خط ترند بشکنه، از همین نقطه هم ما حساب کنیم رشد بالای 100% رو احتمالاً خواهد داشت. خب این از این شنیدم که مشاهده میکنید خورده به 100 داره برمیگرده پایین. نمیدونم این احتمال وجود داره که تا کف کانالش بریزه یا نه، چون مقدارش خیلی هم زیاده. اگه این اتفاق بیفته 32%، ولی فعلا ما تا این حول و حوش اینجا رو پیش بینی میکنیم. خب هنوزم رو در واقع کانالش مونده، کانال روزانش همچنین داره نوسان میده. فعلا حالا احتمال داره که تا این هول و هوش بریزه، بک بده و حالا اگه که حالا ریزش بیشتری توی بازار داشته باشیم با شکستن خط ترند، احتمال برگشت تا هول و هوش شصت تو تقریبا چند میشه 6 سنت تا 7 سنت. 7 سنت هم خیلی زیاده. تقریبا تا این هول و هوش خواهیم داشت ریزشش رو. فعلا البته باید دید که چه اتفاقی میفته. فعلا حالا ریزشیه، کاریش نداریم. اگه که حالا بریزه و اصلاح مارکت انجام بشه، میتونیم تو این نقطه ما یه خریدی داشته باشیم. هرچند که اینجا هم یه همچین چیزی داری. ببین نوامبر دارم میذارم اینجا، میتونیم تمرین کرد، ولی همچین چیزی هم میشه تصور کرد که داشته باشیم برای چی بس. یعنی فعلا من اینو بر میدارم توی آپدیت بعدی انجام میدیم که چی میشه. خب کلو داریم. این احتمال ریزش خیلی بیشتره چون خیلی رشد کرده و فعلا تو مرحله اول تقریبا یه ریزش 30% رو باید شاهد باشیم تا بعدا ببینیم که چی میشه. ولی فعلا خط ترندش رو شکسته و ریزش داریم فعلا تا اینجا. اینا رو هم من کلیک کنم. اوکی. تا اینجا بعدش حالا ببینیم که چی میشه. فعلا این نقطه حساسشه. ریزش تا این هول و هوش. از این فکر کنم دیجی بایت و اینا رو ما تحلیل نزدیم توی ویدیو قبلی، ولی این چی که اینجاست بردارم. دیجی بایت رو نه من تحلیل نزدم توی ویدیو قبلی، ولی توی این چند روزه تونستم که حالا
زیکش رو اینا رو تحلیل کنم. ویدیو نگرفتم البته، ولی تقریبا اتفاقی که داره میفته برای همه همینه. یه ریزش داریم توی زیکش. حالا فعلا منطقهش امنه توی این در واقع کانال. اجازه بدین منم یه حالا رو اینجا بذارم که فعلا به کف کانال که رسید دوباره میام بررسی میکنم که چه اتفاقی داره میفته. ریپل رو داریم. ریپل ریپل خب. یه بریک دادیم در واقع خط ترند هفتگیش تو سالیانش رو شکسته، بسیار زیبا. و الان انتظار پول بک میره به سقف این خط، یعنی این محوطه اینجا که میشه تقریبا $1 تا 1.1 سنت، 1.10 سنت ببخشید. عجب رشدی داشت واقعا. 86%. خیلی خوب. من کاری که میکنم میگذارم به بله ساعتش شکسته و اینم من بردارم دیگه، به درد نمیخوره. اینم بذارم همین هولوش اینجا. این آلارمومه. بک داریم به سمت پایین تا این هولوش فعلا. بعدش حالا شرایط مارکت رو چک میکنیم تا تو این نقطه وقتی ریپر رسید میتونیم خرید بزنیم برای آینده. خب یه چی داریم، استقلال رو داریم، رشد سرسام‌آورش، چارت دیلیش. فعلا نقطه حساسش اینجاست 35 فعلا که داره بک میده به این پایین تا حالا بعدن اگر این خدچینی که اینجا گذاشتم رو بشکنه یکم اوضاع به هم میریزه. تا همین الانش هم چند درصد اصلاح داده و ابوالفضل 31%. حالا بیشتر از اونم خواهد شد تقریبا تا 50%. فعلا داریم برای ریزشش. حالا بعدن دوباره چک میکنیم که چه اتفاقی براش میفته. خرید استلر یه عجیب غریب رشد کرد اصلا. رفت بود وحشتناک رشد کرد. یا خدا برای 30%. بله یه 3 هفته 600% رشد کرده. قاعدتا 40% اصلاح براش چیزی نیست. حالا ما به فرض میگیم که با فیبوی 0.5% که اینجا میشه دیدیم که حالا میخواد اصلاح بده توی فاز اول. دقیقا همون جایی که یا خدا دقیقا همون جایی که اینجا من آلارم گذاشته بودم. فعلا تو همونجا ما اصلاح داریم تا بعدن دوباره چک میکنیم ببینیم که چی میشه. خب من این کوین با رنکینگ بالا رو هم دارم به اسم وین. اگر که دارین تحلیلش این شکلیه. یه کانال داره که حالا سقف این کانال تقریبا اگه آد سیزنی همراه باشه و اجازه بدید من زوم کنم. فعلا حالا مثلا اینجا این خط با شکستن خط ترندی رشدی داشته ولی فعلا داره پول بک میزنه. حالا فرضاً اینجا ما خرید زدیم تو مرحله اول تقریبا یه 80 تا 90% سود میده. تو فاز دومش احتمالاً تا بالای 200% هم رشد خواهد کرد از اینجا تا اینجا. تقریبا برای ویچین هم داره اصلاحش رو میده چون اینجا یه
این مال سال 2022 اه، یه خط ترند اینجا داشتیم شکسته داره پول بک میده. تقریبا میگم همشون شبیه همن. حالا چیزی که حالا مشخصه اینه که الان فعلا اصلاح داریم، داره میرسه به نقطه حساسی که من اینجا مشخص کردم براش. یه خط ترند هم اینجا تو 4 ساعته براش میکشم تا بعدا ببینیم چه اتفاقی براش میفته، ولی احتمالاً اصلاح بده دوباره برگرده به سمت پایین، چون مارکت یه ریزش چند روزه رو میخواد تجربه کنه که بک داریم، مثلا از اینجا بریزه تا اینجا، بعد مثلا یه اصلاح بده، بعد بریزه تقریبا تا این هولوش دسنت و اینا. اوکی. این هم مبلغ نره. 25 دقیقه رکورد کردیم. یکم سریعتر یونی سواب رو بررسی میکنیم. یونی سواب یه کانال سالیانه داره که همینجوری توش نوسان داده. سقف این کانال میشه چیزی هولوش $19. فعلا حالا قیمت رو $10، ولی اتفاقی که افتاده تو این چند روز یه خط ترند داشتیم شکسته، هنوز پول بک نداده، احتمالاً این ریزش همراه با پول بکینگ باشه و بذار جزئیات بیشتر رو توی 4 ساعته ببینیم. اوه چی شد؟ اوه خب فعلا احتمال داره، حالا 100% که ریزش احتمال داره مثلا تو خط ترند رو بشکنه، بعد مثلا دوباره بریزه تا این هولوش. من فکر نمی کنم مثلا تا سقف تا سقف این خط ترند، یعنی اینجاها تقریبا 6 $7 بریزه، احتمالا تو این هولوش $8 اینا برگرده به سمت بالا. ولی حالا چیزی که میشه تصور کرد برای این کوین اینه که فعلا حالا مثلا بگیم که تو این هولوش ما خرید بزنیم تو تقریبا $78، مرحله اول احتمال 80% رشد کنه و بعد از اون حالا سقفش 160-70 دلاری باشه فعلا. ببخشید اشتباه گفتم، 170 تا 180% احتمال سوددهیش هست. بون یه کانال سالیانه که همجوری نوسان داده، تقریبا تا سقف رفته، داره همینجوری ریزش میکنه. که فیوچرز بود برای یک شورت زیبا دیشب. خب فعلا که حالا این ریزش داشته، ولی من اینجا رو براش، این ناحیه رو تقریبا 18 سنت، بله 18 و خورده ای جو براش آلارم گذاشتم، ولی احتمالا مثلا الان که این ریزش رو اینجا مشاهده میکنی، خب احتمال داره مثلا تا این هولوش اینجا باشه، بعد دوباره برگرده یه مقدار موج بیش رو تشکیل بده و موج سیش انتهاش میشه 17 سنت و اینا. اوکی. پس فعلا ناحیه مهمش همین هولوش 18 سنت و خوردی هست. تون کوین تون کوین بسیار کند رشد کرده این مدت. من ازش انتظار یه انفجاری دارم، یه انفجار تقریبا 100%. حالا فعلا که قیمت روی $5.70 ریزش داریم تا انتهای این کانال. فعلا تو مرحله اول تقریبا میشه چقدر میشه $5.30 و اینا یه ریزش داره اینجا. دقیقا توی کانال هنوز نوسان داره میده، توی این کانال خدشینی که گذاشتم، ولی فعلا ریزش تا $5.30 به نظرم قطعیه و بعدش ببینیم که چی میشه. اگر که آلت دیزنی برای این کوین اتفاق بیفته، تارگت های تقریبا $17 و اینا رو میشه برای توکن کوین
در واقع مد نظر داشت. مرحله اول تقریبا یه 40 تا 50% سود خواهد داد و تو مراحل بعدی تقریبا بالای 200% سود میده اگر که آرت سیزن اتفاق بیفته. خب تتا عذرخواهی میکنم. تتا رو داریم اینجا، همونطور که مشاهده میکنید به ثبت خورده، یه رشدی داشته به ثبت خورده و الان هم موقع اصلاحشه و اصلاحش رو من تا این هول هوش فعلا نقطه حساسش روی $1.5 گذاشتم تا اون موقع دوباره میام چک میکنم. هنوز البته ریزش هم نداشته، خیلی عجیبه، ریزش نداشته ولی احتمالاً ریزش 100% داریم تا این هول هوش. حالا بعداً دوباره میگم مارکت رو چک میکنیم، آپدیت میدیم تا ببینیم که چی میشه. برای تتا اگر که حالا اصلاحی صورت بگیره و پول بک بزنه به این خط ترند اینجا، تقریبا تو این هول هوش میشه خرید زد توی $1.5 و اینا و تارگت های تقریبا $6 رو میشه تصور کرد براش که رشد تقریبا $300 احتمال داره اتفاق بیفته. SXP خب یه کانالی که من اینجا براش کشیدم، اینم که خط ترندش رو شکسته داره پول بک میده ولی احتمالاً بیشتر بریزه، یعنی دوباره خط ترند رو بشکنه بریزه به سمت پایین. حالا برای کسایی که روی این ارز دارن ترید میکنن و استاپ رو روی این خط ترند اینجا گذاشتن مراقب باشن چون احتمال شکستش زیاده توی نوسانات چند روز آینده. روشی سواب رو داریم. خب خیلی چیز عجیب و غریب و سستیه. همونطور که مشاهده میکنید توی این میشه گفت مستطیل همینجوری توی این چند سال نوسان داده. قاعدتا اگر که حالا رشدی صورت بگیره باز این به این نقطه برمیگرده، یعنی تقریبا $2 و اینا. ولی چیزی که مشخصه الان در حال ریزش، این ریزش کفش میشه تقریبا همون 80 سنت و اینا، 75 تا 80 سنت براش اوکیه. حالا فرض این که تو این نقاط ما خرید بزنیم، مرحله اول تقریبا 100% رشد داره، حالا سقفش تقریبا 200% احتمال داره بده تا $2 برای سوشی سواب. با اینا خب من یه کانال سالیانه براش کشیدم، همینجوری داره توش نوسان میده. سقفش حالا قبلا البته نه سقف ATHش ولی سقف قبلی که تو اوایل سال 2024 زده تو این هولوشه که هنوز نرسیده بهش، ولی فعلا یه کانال میگم سالیانه داره. این خط ترند خدچینی که اینجا گذاشتم مهمه چون که هر سری تقریبا 1 2 3 4 5 الان تقریبا 6 بار بهش برخورد کرده و حالا یه واکنشایی داشته مهمه. ولی حالا چیزی که مهمه این کانالی که تقریبا کانال ماهیانه من بهش میگم، این کانال ماهیانه‌ای که اینجا براش کشیدم داره توش نوسان میده همینجوری، الان که داره برمیگرده. فعلا نقاط مهمش اینجا میشه، اینو که شکست دیگه رفت. ببینید این کانالم داخل همین کانال ماهیانه است، این کانال روزانشه که نوسان داده، خط ترند رو شکسته. بک داریم تا این هولوش، رقمش خیلی عجیب غریبه نمیتونم بخونمش ولی همونطور که اینجا داری تو ویدیو مشاهده میکنه احتمالاً تا این هولوش اینجا ما یه ریزشی داشته باشیم. بعد حالا یه بک داریم و تا بعدش اگر که این کانال حفظ کنه اینجا یه کفسازی انجام میده تو رقم عجیب غریب 20 تا 21 و تقریبا اینجا موقعیت خوبی برای خریده. بذاری تو دیلی من این رو نشون بدم. اگر که این کانال حفظ کنه و این خط ترند رو نشکنه
تو این هول و هوش میشه خرید زد تا بعداً با شکستن خط ترند خدچین ما یه رشد تقریبا 60-70% داشته باشیم و بعد از اونم تو مرحله اول تو مرحله دومم که سقف این کانال سالیانشه رشد بالای 200% احتمالاً بده. سند رو داریم. خب سند رو همونطور که مشاهده میکنیم من یه کانال سالیانه براش کشیدم که تو این چند سال گذشته همینجوری داره توش نوسان میده، ولی تو چند روز گذشته کانال شکست ولی داره برمیگرده. این یکی از معجزات کریپتوه. میگم تحلیل پذیر نیست خیلی روی چارت، خیلی وابستگی زیادی داره رو به بیت کوین، به تتر و اینا. البته توی چارت یه خط ترند خدچینی که براش کشیدم همونطور که مشاهده میکنی فعلا حالا برخورد کرده، متاسفانه نتونسته این خط در واقع این سقف کانال حفظ کنه و همینجوری داره برمیگرده به سمت پایین. این پایین اومدنه حالا با وجود رشد عجیب غریبی که داشته 30% توی تقریبا 1-2 هفته داده، ولی با این برگشتی که اینجا داریم مشاهده می‌کنیم این برگشت احتمالاً تو این هولوش این منطقه اتفاق بیفته. میشه تقریبا 45 سنت و اینا احتمال بک هست و بعد از اون باید دوباره چک کنیم مارکت رو که ببینیم چی میشه. اگر که میخوایم یه کانال داشته باشیم، به فرض مثلا بگیم که یه کانالی داره توش نوسان میده، من همین رو کپی میکنم برمیدارم میذارم اینجا و این میشه تقریبا کانالی که احتمال داره توش نوسان بده توی 1-2 هفته آینده. خب به این حال کار نمیشه کرد. نقاط مهمی که حالا گذاشتم رو که دیگه به درد نمیخوره شکسته، اینم دوباره به درد نمیخوره چون رد شده ازش. من این آلارمو میذارم اینجا. 4 ساعت هم چک کنین. اینجا من که خط ترند قبلا براش کشیدم. خب من یه کاری که میکنم این هشدارم رو میذارم روی 50 سنت اینجا که اگه این خط ترند رو شکست دوباره بیام بررسی کنم که چه سناریویی محتمله براش. تو میشه این کارم کرد. اینجوری خیلی تمیزتر و واضح‌تره که کجاها قراره نوسان بده و برگرده. همون 50 سنت فعلا براش مهمه. سولانا خب اینم از سولانا تقریبا تو ATH همینجوری داره نوسان میده اون بالا. یه محوطه یه ناحیه مقاومتی رو من براش کشیده بودم که حالا شکسته الان تبدیل به ناحیه حمایتی شده. الان داره اصلاح میکنه خودش رو. این تو چارت 4 ساعتش مشاهده میکنه که من یه کانالی براش کشیدم که تقریبا داره به کف اون کانال نزدیک میشه. این کف کانالشه با قیمت 200 یا نقطه حساسش $217 فعلا اصلاحش انجام میده و دقیقا این $217 میشه سقف این نقطه حمایتی. اینم من بگم خب این احتمالاً مثلا برگشتی که این داره ریزش میکنه و از اینجا احتمال برگشت داره. خب اگه که بیاین و روی کارت دامیننس تتر اینو مشاهده کنی، من چیزی که براش متصورم اینه که احتمالاً کندل بعدی که مثلا اینجا اتفاق بیفته یه بک باشه، یه پول بک باشه به سمت این خط ترند و بعد دوباره برگرده به سمت بالا و ریزش های بیشتری همراه باشه. یعنی مثلا وقتی دارم میگم که سولانا مثلا تو این کانال داره نوسان میده و اینجا احتمال برگشتش هست، این برگشتی چیزی موقتیه. چیزی که من براش متصورم که این ناحیه همینجا هست.
یعنی مثلا احتمال داره مثلا اینو بشکنه، بعد مثلا این خط ترند اینجا رو بشکنه، بعد پول بک بزنه، بعد برگرده و در نهایت رو همون $200 بمونه. فعلا البته $200 براش خیلی رقم مهمیه. من نگه میدارم اینجا رو، این ناحیه رو، و بعدا حالا دوباره مارکت رو چک کنیم که ببینیم چه اتفاقی داره میفته. صدام هم داره تغییر میکنه. خیلی هم گذشت. هم سریعتر کار رو انجام میدیم. RVN رو مشاهده میکنید رو تایم دیلی، یه کانال براش کشیدم. این احتمالاً اصلاحش تا 18 تا 19 که زیاده، ولی احتمالاً 18 تا 18 و اینا تقریبا اینجا میشه، تا اینجا اصلاح بده. خب بذاری زوم کنم، این مثلا اینجاها تا اینجاها احتمالاً بیاد همون 19 سنت هم نمیشد کمتر از 1 سنت. آره رقم میشه، ولی تا این هلوهوش میاد. بعدی یوتوم. خب همونطور که میبینید، ببینید این مثلا از چیزایی که توی کریپتو اتفاق میفته. قاعدتا وقتی مثلا خط ترندی این شکلی شکسته میشه یه پول بک میده و بعدش رشد میکنه، ولی اینجا این اتفاق نمیفته و خیلی راحت شکسته، حتی پول بکش هم اینجا داده تو این کندله، ولی باز داره برمیگرده پایین. برگشتش برای کیوتوم اگه داریم، این ناحیه مهمیه. $2.80 و اینا ناحیه مهمیه و من یه آلارم اینجا میذارم و دیگه منتظر میشم تا به اون نقطه برسه. خب، بعدی QNT. این اینم QNT چارتش رو چارت دیلی. فعلا نقاط مهمش رسیده به صفر. ببینید من هفتگیشو باز کنم، ببینید یه کانالی که من اینجا برش کشیدم دقیقا خورده به سقف این کاناله و الان داره برگشت میده به سمت پایین. فکر نمی کنم مثلا این اتفاق بیفته دوباره برگرده به کف. تا نصف میده، مثلا تا این هول و هوش اصلاح میده 77 سنت و $77 اینها، و بعد از اون احتمال برگشت به سمت بالا هست. تارگت خیلی خوبی هم برای این ارز وجود داره. مثلا به فرض اینکه ما رو 77 80 اینا خرید بزنیم، بعد دوباره به سقف کانال برسه 34%، و بعد از اون که کانال بشکنه و بریم به سمت بالا، رقم‌های 180 به بالا رو شاید ببینه. خب نقاط مهمش فعلا حالا برای من اینجاست. $87 اگه برسه من یه آلارم دریافت کنم و دوباره بیام چارت رو چک کنم که چه نوساناتی رخ داده. نئو رو داریم. از نئو که حالا اینا یه حمایتی مقاومتی براش بشیدم، داره پول بک میزنه به سمت همون راهیه، و یه کانالی که داریم که توش نوسان میده، حالا برگرده کفش تقریبا همون $12 رو. سقف کوتاه مدتش $20. میر هم که دارید میبینید، من حالا کاری به اینا نداشته باشین فعلا. این مهمه، این ناحیه اینجا مهمه، خورده به این خط ترند داره برمیگرده. فعلا برگشتش ممکنه تو این ناحیه رخ بده، تو $5 رو اینا. $5 براش مهمه، برای همین اینجا رو ما مد نظر قرار میدیم. اوکی. لاج کوین. لاج لاج کوین که حالا برای لات کوین میشه مثلا لایت کوین فارسی داره تموم میشه. ناحیه تقریبا این هول و هوش فعلا البته مهمه. $80
احتمالاً تا اینجا مثلا بریزه، بعد دوباره برگرده، بعد دوباره بریزه و اینجا یه رنجی بزنه تقریبا رو همون 75 تا $80 یه حمایتی رخ بده و بعد از اون احتمال بک به سمت بالا هست. خب یه چینی خط ترین داشته، شکسته، حتی بک هم داده، رشد کرده. من اینجا رو براش یه خط ترند سالیانه کشیدم. ببینید 1 2 الانم سومین باره که داره برخورد میکنه به این خط و دوباره برمیگرده. برگشتش احتمالاً تو این ناحیه ها رخ بده تا $13 اینا و بعد از اون احتمال واکنش به این ناحیه هست و برگشت و حالا بعدا ببینیم با شرایط مارکت چه اتفاقی رخ میده. سقف کانالش هم همون هلوش 12 تا $13. اوتا رو داریم و این چی اینجاست؟ اینو مثلا کشیدم بگم که خب اینجا شکسته، اینجا مثلا محل خرید بوده، رفته 150% هم شد داده، الانم داره برمیگرده همون ناحیه حمایتی که آرش کشیدم تقریبا اینجا و احتمال بک تا این حول و حوش 15 سنت تو اینا هست تا بعدش حالا احتمال برگشت به سمت بالا. من دارم خسته میشم راستش. اینا رو هم خیلی سریع نگاه کنید. INJ یه خط ترین داشته، شکسته، پول بک و احتمالاً دوباره به سمت بالا. یه همچین بازی تقریبا تا $22-23 اصلاح و بعد از اون دوباره برگشت. هاد همون چیزا هم اینجا داریم مشاهده میکنم. البته این خط ترینش قبلا شکسته دیگه، به این ناحیه بر نمیگرده. این اصلاحش تقریبا تو این هول و هوش اتفاق خواهد افتاد اینجوری. بعد بعدی اجبار یه جو برد درجه باید خدایا 200%. این کانالی که اینجا من براش کشیدم به نظر من نقاط مهمی همطور که الان هم دارین میبینی. باز حالا به اصطلاح برخورد کرد و برگشت به سمت پایین. اصلاح این احتمالاً فعلا تا این هول و حوشه. این ببینیم. آره فعلا تا این هول و حوش 10 سنت و اینا، 10 سنت و خورده‌ای تا اینجاها احتمالاً اصلاح هست. بعدش حالا دوباره چک میکنیم. هنوز هیچ کانال مشخصی نداره که من براش کانال بکشم وسطیتش. تو 4 ساعتم فکر کنم چیزی نکشیدم. ولی چیزی که مشخصه این که خط ترندش رو شکسته. خط ترندش رو شکسته و ریزش داریم به سمت پایین. مادبوم به سقف نرسید. مارکت داره اصلاح میگه. مثلا انتظار مثلا سقفش تا $1.10 و اینا بوده که نرسیده، الان داره برگشت مونده به سمت پایین. 4 ساعتش رو چک کنیم که خب حالا فعلا یه اصلاح کوچیک تا 75 سنت و اینا داریم، ولی احتمال این اصلاح خیلی بیشتر از این حرفا باشه. حالا ببینیم که چی میشه. امیدوارم که این کانال از دست نده، چون این کانال از دست بره خیلی بیشتر از این اصلاح میکنه. من دیگه دارم رد میدم، خسته شدم. حالا خواهد یه نگاهی هم به بقیه چارتا بندازیم. این از فلو که اصلاح تا این محوطه 70 سنت و اینا احتمالش خیلی زیاده. من یه کپی هم اینجا بردارم بذارم اینجا. اینجا
میشه اینجا براش مهمه و فایل کوین نه حالا بک داده به سمت این ناحیه اینجا در واقع سقف کانالش و این از فایل کوین حالا میگم این کانال اینجورش شکسته بک داده به سقف کانال و احتمال بیشتر از اینا اصلاحش هست. میگم اصلا تو کریپتو یه رفتاری این شکلی که بگیم بالای سقف میمونه و اینا نداریم، حداقل برای کوینا نه برای بیت کوین، ولی این اتفاق احتمال خیلی زیاد خط رو بشکنه به سمت پایین و تا $4 خوردی اطلاع بده. دریوم پلاستیک من اینا رو وقت نکردم اصلاح کنم تمیز کنم ایاس رو، ولی یه نگاه میندازیم چون خیلی عجیب رشد کرد. خب خط ترند اینجا رو شکسته، به سقف این کانال نرسید متاسفانه. این رشد عجیب غریبی که داره 80%. من یاسو با اصطلاح اشتباه گرفتم، ولی این اصطلاح این کوین احتمالاً تو این هولوهاش اینجا چون محوطه حمایتی هم هست تا تقریبا 65-60 سنت و اینا احتمالش وجود داره. خب اینا رو یه نگاه بندازین و ما بریم. خب پولکات دات تو این با کارت هفتگیه تقریبا یه توی مستطیل همینجوری نوسان داده توی این چند سال. توی 3 هفته گذشته هم با این رشد 150-60% که داشته دوباره خورده به سقف و دوباره اصلاح میده. من اینجا یه خط ترندی که براش کشیدم، خط روندی که براش کشیدم، احتمال اصلاح به سمت این خط روند هست. قرار نیست تو 4% دیگه باید اصلاح بده تا به این محوطه که دقیقا محوطه ناحیه حمایتی هم هست احتمالاً برسه تا $6 اینا و حالا بعد از اون احتمال رشد به سمت بالا رو داریم. این برای پورتا حتی میتونیم یه خط روندم این شکلی بکشیم ببینیم مثلا جواب داده چی واکنشی ببینیم دیلی بکنین اینجا که خط روندش رو شکسته. ما برای همین میگم همیشه آلارم بذارین. اینجا مثلا یه آلارم به یه اوردر میتونید بذاری با تارگت 1 یا 4%. تارگت دومش مثلا 140% و اینا باشه. اوکی من اینو پاک میکنم. اینم هم باشه ولی هچینش میکنم که قاطی پاتی نشه. فعلا که بالای این خط ترند مونده ببینیم نگه میداره یا میشکنه اینو. فعلا همینجوری مونده. دو رو داریم. دو هم حالا همین خیلی عجب غریبیه. یعنی میکنید توی این ناحیه همینجوری داره نوسان میده. اگه پول بکش رو بده و حالا مارکت رشد کنه میتونیم مثلا برای آلت سیزنی که اتفاق بیفته باز سقف اینجا رو تصور کنید براش تقریبا 160% اینجا مثلا احتمال صعودش وجود داره. خب اینم از دیجی بایته که اینا رو تو این ناحیه مونده همجوری نتونسته بشکنه حتی به سقفش هم نرسیده الان که داره اصلاح میده، ولی احتمالا تو این هولوهوش اینجا دوباره برگشت داشته باشه به سمت بالا. اوکی من حالا خیلی کم یا زیاد واچ لیستم رو بررسی کردم
میتونیم یه نگاهی هم به طلا داشته باشیم. این طلا تو تایم فریم هفتگی که حالا به این شکله، یه کانالی اونجا داریم که همینجوری تو این تقریبا چند سال همینجوری نوسان داشته به سمت بالا و تقریبا تا نزدیکای سقف هم رفته. 2000 و تقریبا $800 نرسیده به $800 ولی تقریبا تا اونجا رفت. تا 800 رفت، آره تا 800 رفت ولی داره برمیگرده به سمت پایین. نمیشه گفت تا این پایینا بخواد برگرده، ولی فعلا برای بورس‌های آتی ریزش داریم. اینم چارت روزانه‌شه. چارت روزانه‌شه و اجازه بدین من روی خط روند تقریبا موقت رو براش کشیدم که حالا با برخورد بهش برگشته حالا تو 4 ساعته اینو بیشتر میتونید مشاهده کنید که این در حال ریزشه توی کانال روزانه، در حال ریزشه. برای همینجوری داره نوسان میده توش. فعلا حالا چون به سقف رسیده توضیح بدیم. این هم از نیم ساعتش یه رشدی داشتیم، داریم برمیگردیم به سمت پایین. من فعلا منتظرم که مثلا به این ناحیه برسه تا بعد دوباره اگه که حالا اجازه ورود بهم داد من اینجا ورود کردم. ببینید اینجا اینجا که کف کانال بود. تقریبا این هولوش اینجا من بای گرفتم و اینجاها فکر کنم خروج زدم. الانم در واقع کاری که کردم با شکستن خط روند این قسمت برای هفته پیشه اگه اشتباه نکنم درسته که اینجا پول بکش رو داد و من اینجا یه سل زدم و همین هولوش اینجا من خروج رو زدم محض احتیاط البته، ولی فعلا منتظرم که دوباره به این ناحیه 2635 دلار رو اینا برگرده تا بعد اجازه ورود بهم بده. اگه اجازه ورود بهم بده دوباره اینجا یه سل میگیرم به سمت پایین و حالا کم یا زیاد منتظر میشم که تقریبا به کف کانال برسه، ببینیم که میرسه یا نه. به کانالش تقریبا اینجا میشه ببینید. خب اینو من بذارم رو نیم ساعته تقریبا دفعه تقریبا تو این هول هوش 2570 و اینا منتظر از اینجا سیل میگیرم تا این پایین و این ناحیه اینجا منتظر میشم که یک کفی بسازه و اجازه بای گرفتن بهم بده. بای رو به سمت بالا میگیریم تا ببینیم که حالا اون موقع با شرایط مارکت یه همچین اتفاقی میفته یا نه. فعلا برای روزهای آتی و برای این هفته یه ریزش داریم، یه ریزش تقریبا تا فردا یعنی چهارشنبه و پنجشنبه و بعد از اون بک به سمت بالا برای طلا. اوکی اینجا اومدیم یه سری هم به دلار بزنیم تو بازار ایران و اوکی بریم رو تتر. خب، برای تتر من اینجا من بزرگش کنم. من یه کانال دارم برای تتر و این کانال تو این در واقع 1-2 سال همینجوری توش نوسان داشته. سقف این کانال بنا به حالا رشدی که از 58 و اینا من دیدم، سقف این کانال چیزی هولوش $80. خب فعلا حالا
این اتفاق افتاده و تو این کانالی که من اینجا براتون مشخص کردم همینجوری داره توش نوسان میده. فعلا به کفه، نگاه کنید به این قسمت اینجا رسیده. خب ببینید مشخص یعنی نمیشه خیلی مطمئن گفت که چه اتفاقی میفته، خیلی فشرده شده. من احتمالم اینه که ریزش نکنه و دوباره رکورد بزنه به سمت بالا و درست تقریبا تو 75 و اینا بره. ولی باز میگم این احتمال هم وجود داره که خط ترندمو بشکنه و اگه بشکنه یه بک داریم به سمت 66 و 65 و اینا. خب ولی فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده. به نظر من روند صعودی فعلا برای تتر و البته دلار و قیمت‌های بالای $75 رو باید متصور باشیم برای بورس‌ها هفته‌های آینده. برای طلا خب طلا رو اینجا میتونید مشاهده کنید. طلای 18 عیار گرمی. ببینید چیزی که من دیدم مثلا یه همچین کانالی داشتیم و داریم که توش داره نوسان میده. کرده این کانال فعلا حالا مثلا رفته بالا برگشت خورده. من اینجا یه خط ترند براش کشیدم، اینو آپدیت نکردم هنوز. بذارید من اینو بردارم. خورده مثلا به سقف اینجا، به کف اینجا برگشت خورده تقریبا تا 4 میلیون و 680 اینا و همونطور که تصور داشتم بک داده به سمت پایین. خب بک داده به سمت پایین و امروز که سه‌شنبه 6 آذره یک کندل سبز اینجا دارم. خب من برای طلا توی هفته‌های آینده همون محوطه 4 میلیون و 200 اینا رو تقریبا اینجا تو این هول هوش من منتظرم که برسه و اینجا من یه خریدی از طلا داشته باشم. اوکیه ولی فعلا ریزشیه و ما ریزش خواهیم داشت و میگم منتظرم که به این محوطه 4 میلیون و خورده‌ای 4 میلیون و 100 تا 200 هزار دلار برسه. اوکیه. من این حالا آخر ویدیو صدام گرفت خسته شدم ولی با این حال باز ویدیوی من به 1 ساعت کشید و واچ لیستم رو بررسی کردم. هنوز که البته واچ لیست کریپتو ها تکمیل نشده ولی دیگه واقعا نمیکشم. مثلا پپه و اینو مونده. امیدوارم که استفاده کرده باشین و من تونسته باشم اطلاعات رو به درستی بهتون انتقال بدم. مرسی که با من همراه بودین. اگه که حالا دوست داشتین میتونید لایک کنید و بنده رو سابسکرایب کنید تا در ادامه تحلیلای بیشتری براتون آپلود کنم. ممنونم. روز خوش.